بله بیاین بیرون از دنیای مجازی. دوست عزیز قلاق نکن، گوشیتو دیدم. عوض این که اینجا من ایستادم از برنامه لذت ببره، دل به کار بده، داره خاکبازی میکنه. رفته توی گروه تلگرام داره پی ام میذاره بچه‌ها جاتون خالی، اینجا این اسکله اومده بالا داره چرت و پرت. چرا از لحظه حالت استفاده نمی‌کنی؟ تلگرام به من آموخت هر کی جواب پی ام داد پسر بود. تو گروه ها پروفایلا رو نگاه میکنی، اگر عکس پسره، اگر نامشخصه بازم پسره، اگر دختره 90% بازم پسره. من نمیدونم چه مرضیه واقعا، یه بیماریه واقعا. خانومش برگشت بهش گفت عزیزم چرا توی پروفایل تلگرامت هیچ عکسی نیست؟ برگشت گفت مرد سرش تو زندگیه نه توی تلگرام. اینقدر زن بیچاره ذوق کرد، نمیدونست بلاکش کرده، بیشتر بلاکش کرده، در ریشه زده.